برنامه امروزم در سر ازی است که ما چطور و از کجا یاد گرفتیم که مقعد خود پاک کنیم. بسیار ببخشین، یک یاد شاید حتی کلمه مقعد نفهمن، اگر بگویم شرمگاه نوزم نمیفهمن. اجازه بتین که بگویم ما چطور یاد گرفتیم که کون خود پاک کنیم. این دو ملای بزرگ از کابل که در تشناب باید چه قسم بشینی؟ رفتن در تشنابه. که در تشناب باید چه قسم بشینی؟ رفتن در تشنابه. این میگم که در تشناب چطور بری، چطور بشینی. و در می جریان که من میمانم، شما به این ملایی که در پالوی شیشته سعی کنین یاد کدام فاتحه ماتیا بوده خوب صحیح الوا زدن. همتا این دیگهش از که الوا خورده یک رقم در درون مجلس خو میبریشه و ایتو خو که میره نیمه بیداره، گپ از دیگر هم میشنه، جواب میته بیدار میشه و باز پس خو میره. شما این را سعی کنین، هم جالب است. که در تشناب باید چه قسم بشینی؟ اول که داخل میشید کدام دعا را بخونید؟ در تشناب چطور ما و شما خو در افغانستان یک رقم میشتیم، نه؟ اتو زانوی خود قاط میکردیم، ران ما میامد در سر ساق پای ما، باز دو تا پای واز میشیشتی که بسیار طبیعی دیگه کدام رقم دیگه وجود نداره. اما این میره ما از کی یاد گرفتیم. این خود نیست که بدل خود هر رقم دلت شده که بشینی و از خود ترتیب داره. شما سعی کنین ادامهشی بسیار جالبه. اول که داخل میشید کدام دعا را بخونید؟ کدام پای تبانی؟ اول که داخل میشید کدام دعا را بخونید؟ کدام پای تبانی؟ اول که داخل میشید کدام دعا را بخونید؟ در تشناب که داخل میشه تو نیست که من دل خود اشپلاق زده درایی. تو باید دعا بخوانی در اوجه، مثلا اللهم ربنا تشنابنا آساننا، یک چیز همی رقمی باید بخوانی. مثلا یک آدم بسیار سال از در عجله است، نه او تو خونه میتونه که بده تنبان پایین پرته و بشی، نه او ترتیب داره که تو چطور درایی، چطور بشینی، باز کدام دعا را اول بخوانی. به دعا نمیتونی که کار کنی. اول که داخل میشید کدام دعا را بخونید؟ کدام پای تبانی؟ پیش میریم. کدام پای تبانی؟ اتو نیست که توی همت درایی آدم های بیتر بیاور یک روز پای راست تبانی، یک روز پای چپ تبانی. این کلش ترتیب داره. ایره که مدرایی باید بفهمی که کدام پای تا میمانی. حتی برای زنا کدام پای، برای مردا کدام پای. این ترتیب داره و پیش میریم. و در داخل تشناب چه قسم بشینی؟ و امو ظرفی که چیزی که تو امو اعضای بدن تا پاک میکنی چند تا استفاده؟ سبحان الله. و در داخل تشناب چه قسم بشینی؟ و امو ظرفی که چیزی که تو امو اعضای بدن تا پاک میکنی چند تا استفاده؟ سبحان الله. از خلافت، از طهارت تا خلافت هیچ چیز در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم. این از کلش کدام مهم است که چند قلخ استفاده کنی. حالی تو نیست که تو دلت شد یک قلخ بگیری یا 4 قلخ یا مت قلخ زیاد باشه استفاده کرده بودی. نه، او ترتیب داره. این در حدیث صحیح بخاری است، ما خوانده بودم که یا با 3 قلخ یا با مثلا 5 قلخ یا با 7 قلخ. او تو نیست که دلت شد 10 قلخ بخیزی برای یا در 10 قلخ رکایی نیست. این کل از یک ترتیب داره. ایره کی برای ما گفته؟ طهارت تا خلافت هیچ چیز در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله گفته. سعی کنین طهارت تا خلافت هیچ چیز در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه تمام چیزا از طهارت یعنی از کونپاکی تا خلافت کلش رسول الله برای ما تشریح کرده. یا از قرآن نمیفهمن، کل چیزا رسول الله است. این حال اون مردم همی شما که میرین دی تایلت های امریکایی میشینین،
دوجه خود رکایی زانو قاد نمیشه، دوجه ات میشینی، این پایتت بالا، پای تا زانو ترکایی است، باز ران ترکایی می در سر از اون میشینی. آیا این اسلامیست؟ نه، این به اساس سنت رسول الله نیست. باز یک تعداد مردم های دیگه به نام همی کمودای ترکی میگن باز یک پایپ هواسته که از اوجا وقتی که بخوایی او برات استنجا میزنه، نه تو چالانش میکنی بر رو میایی در دستام غرض نگی او کونت میشوه استنجا برات میزنه. آیا او درست است؟ نه، و خاطر که سنت رسول الله نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمیشیش، خود او وقت نبود، اما اونمو سنتش است. این حال کسی که میره در کمود میشینه با گفته از یا گناهکار میشه. طهارت تا خلافت هیچ چیز در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم اینی دینه. یعنی شما اون مردم فکر میکنین که تنامی ما مسلمان ها کون پاک کردن یاد گرفتیم او را از رسول الله؟ اگر رسول الله نمی بود ما هم چطور می بودیم؟ یا نه قدر چاینیز که در دنیا از فکر میکنین که یا کون خدا پاک نمیکنن، ای امریکا ها کون خدا پاک نمیکنن، ای جوش و کریسچن و هندو و ای مردم روسیه و مردم اروپا و ای 7 بیلیون نفر 6 بیلیونش غیر مسلمان یا کون پاک کردن یاد ندارن. یاد ندارن چون رسول الله وارد نگفته. اینی جهان اسلامه. جهان اسلام امروز جهان پیغمبر خدایی است. از دید از یا اول پیغمبر از دوم خداست. اگر چی در زبان نمیگن اما عملا اینا با همی باور هستن. اما ای که پیغمبر و در پالوی خدا میارن میشانن در او هیچ شک نیست. اینا پیهم میکنه. در می 7 سال ما یک ذره مسلمان جور کردیم. اما این اول سعی کنین شما اینی ملا معصومه سلسله دار بود، یک 5 سال پیش یا 4 سال پیش 5 سال پیش آمده بود که میگفت شفیع عیار کافره، ای را برین بکشین. چرا کافره؟ یکی از تهمت‌های شینی بود. 2. این آقا به پیغمبر به علم خطاب کرده در حالی که اعلم بعد از الله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه این آقا یعنی ما شفیع عیار میگه که پیغمبر عالم نبود یا عالم کامل نبود. ای آقا نمیفهمه که اول خداست عالم، بعد از او پیغمبر ماست رسول الله. 2. این آقا به پیغمبر به علم خطاب کرده در حالی که اعلم بعد از الله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالی که اعلم بعد از الله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر حتی رفتن در تشنابه که در تشناب باید چه قسم بشینی، رفتن در تشنابه که در تشناب باید چه قسم بشینی. اول که داخل میشید کدام دعا را بخونید؟ اول که داخل میشید کدام دعا را بخونید؟ کدام پای تبانی که در تشناب باید چه قسم بشینی؟ اول که داخل میشید کدام دعا را بخونید؟ در تشناب چطور ما و شما خو